ҳамаш назари интиқодии худи Аҳмади Дониш ба воқеаҳои сиёсиву иҷтимоии тоқатфарсои аморати
تجربه معارف پروری بیشک احمدی دانش گویا گپ‌های مثلا هوایی میگوید و دیگر وقتی که همین ساعت فرا میرسد ملاها و ما طالب علمان و دیگر به بام همون مدرسه میبریم. حتی خود احمد دانش هم که در مدرسه بخارا میگوید حجره داشت میبراید، در همون لحظه میبینیم که ماه گرفته میشد، همون لحظه و همون دقیقه. یعنی که اثبات میکند استاد عینی در یادداشت‌های خود که در واقع احمد دانش یکی از ستاره شناسان منجمان شناخته است و همچون مهندس اعتراف کردن را وقتی میگن که ما با همراهی داملاهایمان از جمله با ملا محی‌الدین که یکی از شاگردان احمد دانش بود و خطاطی را از او یاد گرفته بود، با مقصد توتخوری به حولی او مهمان شدیم که
ҳунари баланди меъморию муҳандисии Аҳмади Дониш гувоҳӣ медод.
جهان بود گنگ و تو گویا، یک جهان بود تشنه و افسوس، هم ندانست این توی در. باشد و ما یک تاجیکستان مقتدر داشته باشیم، همان تاجیکستانی که بابای بزرگمان احمدی دانش می‌خواستند.